بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ساکن کربلا، السلام علی ساکن کربلا، شاه شیخ الخطیب کشته سرجدا، به کجا چنین شتابم؟ چشمهایم خیره به جمعیت، گامهایم در مسیر امن. به کجا چنین شتابم؟ تغییر درونم عجیب است. اینجاست که اشک همچو باران می نویسد. تمام روزه ها را در ذهنم ورق می زند. آخر کدامین عشق این عشاق را مجنون وار به سوی تو می خواند؟ ای معشوق دلم، همانا من النار لزوار المتن، همانا من النار لزوار المتن، سلوای 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 سلوای. گرد و خاک کف پای زائران تو توتیان چشمانم، به دنبال پاسخهای ساده می‌گردم. صراط مستقیم نجف تا کربلا را یک به یک به پاهای تاول زده جوان و خرد و پیرت چشم دوختم. نکته هایی از مختل ذهنم میرسد که اشک قلمم را جاری می کند. الدنیا بعد کل وفا. الكريم ابن الكريم وهو الكريم ابن الكريم وأخو الكريم وجده خير الأنام، وهو الكريم ابن الكريم وأخو الكريم وجده خير الأنام. باز هم جوانانی از بنی هاشم تو را لبیک میگویند، حتی به قیمت ارپن ادوا شدن. پدری فرزند شیرخواره‌اش را در بغل گرفته و راهی توست. مرگ برای همه اینک اهلا من العسل شده است. حال که به روضه یا اخا ادرک اخا میرسیم، 1400 و اندی ستون پایان یافته. دوباره آهی میکشم. ناخودآگاه در آستانه 40 در بین الحرمین تمام وجودم را فرا الان انکسر زهری. بازم سپاه گریه کنا اومدن، دوباره لشکر نوکرا اومدن، فداییای خون خدا اومدن. بازم سپاه گریه کنا اومدن، دوباره لشکر نوکرا اومدن، فداییای خون خدا اومدن. السلام علی. کنیان طرفتر روزه گودال است که قوقا میکند. باز هم کسی محلا سر میدهد و من به سمت تو میآیم. باز خود را در دوراهی بین الحرمین میابم. اینجاست که عشق آغاز می شود. تمام ذهنم پر از پاسخ می شود. تمامشان را یافتم. آری، عشق فراتر از منطق و دلیل است. اینجاست که چشمها را باید شست. جور دیگری باید دید که از زمین آسمان لبیک میبارد. اینک تفسیر و تشریح لبیک بماند با شما. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. وارد قتلگاه حضرت زهرا میشه، وارد قتلگاه. روزه بخون مادر با قدر خمیده، روزه بخون مادر